که ما دنبال تومه میگه آقا کی ماهواره رو انداختین برای چیز؟ آخه یکی اومد خونهشون خوشحال گفت خانم مژده بده بالاخره ماهواره خریده. گفت تو پولت کجا بود آسا پاس؟ گفت تلویزیون فروختن. گفتم ماهواره خریده. عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر، عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر، بموند چشم سیاه تو ای دلبر، بموند چشم سیاه تو ای دلبر. البته چشمای شما زرده، سیاه نیست. آقا پلنگه مثل کوررنگی داریم اگه. آقا من یه خواهشی بکنم. شما چقدر چهرهتون آشناست، تلویزیون نبودین؟ درست. من یه سوال میخواستم. من میخوام یه کاری بکنم، میخوام اون شبکه‌ها رو سریع با هم دیگه بریم. نه من یه سوال خصوصی ازت دارم. بگو. میدونی فرق تو با فرقون چیه؟ عزیزم سوال خصوصی رو که نمیخوام. ببین تو میدونی اگه تیکه‌ای بدی بندازی لهت میکنم این بالا. احسان فرقون گل میبرم و تو دل میبری قربونت برم. ببینید احسان خدا شفاعت بده انشالله. خب من طلب سلامتی براشون میکنم، میخندید. خدا شفاعت بده. به قول شاعر گفتنی که میگه الهی که شفا پیدا کنی تو، واسه دردان شفا پیدا کنی تو، تو این دنیا که بی وفایی رسمه، رفیق با وفا پیدا کنی تو. حسن جونم. خسته شدی؟ محمد جون دوست دارم. ما بیشتر. یعنی من ابراز علاقم میکنم شما میخندین. بخندین واقعا. خسته شدی؟ خسته نشدم منتها حسن با این دستایی که عزیزم میزنم من میتونم بگم خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت. حسن بازم احسان رو صحنه ای چی میگی بابا جون من؟ چی میگی؟ حسن واسه دلواپسم. برای من دلواپسی یعنی بیرونت میکنن. واسه خودت دلواپس باش. تو رو هرگز ندیدم. حسن نزن آقای خطر داره حسن بیا برو. من تو چقدر خوبی ماما، تو مهربون منی، همه جون منی آقای احسان. حسن ساعت 11:30 مهربون من، همه جون من، فدای احساس قشنگه. وقتی نگاه میکنی میگی دوستم داری، بگی دستامو تو دسته، حتی خاطرات زنده ببینم مثل من خیلی قشنگه. وقتی پیشم این هستی که الان با هم یه رنگه، نازی ناز کنه دل بی تو میمیره، دست سردم توی دسته تو داری جون میگیره. واسه من باشه یه جدایی شده خیلی بی معنی، من تو رو دوست دارم. به دست خوشگل براش بزنی. اینایش که نگفتی بد و بیرا بود. یعنی واقعا به احسان میاد بیبی این باشه؟ ببینید نه آخه محمد آقای سلوکی از دست من خیلی شاکیه. پشت سر منم گفته این آقای ریوندی آدم بیخودیه. گفتن چرا؟ میگه پدر سوخته ما هر جا برنامه داریم و پشت صحنه داریم 2 کلمه صحبت حسابی با یه خانم محترم میکنیم، زرتی میاد جلو میگه خانم بچه‌ها چطورن آقای سلوکی؟ همه چی. به این لحاظ من به تو مشکوکم، میکروفون خودم بهم بده آقای سلوکی، بهت مشکوکم. خودت هم میدونی به قول شاعر گفتنی که میگه مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو، مشکوکم به جانانه براش دست بزن. هم برای حسن ریوندی هم علی فرنگی که به شدت خوبم. من یه آهنگ حماسی هم تقدیم دوستان کنم. بعد یه موضوعی که میخواستم بگم، من فقط از احسان از آقای علی خانی خواهش کردم که من این خبر تأسف انگیز رو به شما ندم که متاسفانه از طریق SMS الان دوستانمون ما رو مطلع کردن که با کمال تأسف جناب آقای اکبر عبدی هنرپیشه پیشکسوت کشورم در عرصه طنز و دکتر جوابش کرده. صاحبخونه‌اش دکتر اساس ریخته تو کوچه. یه پولی جمع کنی برگرده سر خونه زندگیش. اما آهنگ حماسی رو گوش میدیم، آهنگی که هر موقع از رادیو و تلویزیون میشنویم خون حماسی بودن در رگ‌های ما به جوش میاد و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. کاری زیبا با صدای استاد محمد نوری.